بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران معزز، بعضی کساس گناه کبیره را انجام میده مگر در نظرشان گناه نیست، دروغ. الله سبحانه و تعالی میفرماید لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله بر دروغگویان. از نظر عقیده اهل سنت والجماعت حتی ما شما یک کافر لعنتی نمیگیم تا که وفات نکنه در کفر، مگر یک مسلمانی که دروغ میگه ایر الله سبحانه و تعالی لعنت گفته. بنان کسایی که دروغ میگه اگر نام از یا در لست کاذبین نوشته شود، فکر که در آخرت از دروغگویان است. بنان خواهرای گرامی، برادر عزیز، به خاطر که مجلس بخندانین، به خاطر که بعضی کسا میگه ما بسیار چالاک هستم، اصل چالاک نیست. او خو آخرت خود تباه میکنه، آخرت خودم تباه میکنه. و دروغگوی اگر در تجارت باشه، در هر کاروبار باشه، او هیچ اعتبار نداره. هر جایی که گپ دیه، حتی که یک چیز راست هم بگه، مردم میگه او همون دروغگوی کذاب است، باور نمیکنه. بنانی خرابترین عادت است. راستگو باشین. جزاک الله. السلام علیکم و رحمت الله.